هرگز ما اینجا چند دقیقه فقط فرصت داریم تا اقامه نماز با شکوه بر پیکر آقای شهید ایران، قائد شهید امت اسلامی و مردمی که از جای جای ایران، نه فقط که از گوشه گوشه دنیا، هر کسی که توانسته خودش را به مصلی امام خمینی رحمت الله علیه رسانده برای تجدید عهد، برای تجدید پیمان با امام شهید امت و برای لبیک به ندای رهبر عظیم الشأن انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای حفظه الله. از دیروز صبح که برنامه‌های وداع، مراسم بدرقه امام شهید امت آغاز شده، لحظه ای مصلی خلوت نشده، دائما جمعیت آمده، در تردد بودند، مردم رفتند و آمدند. از لحظات اولیه صبح امروز هم مداحان، شاعران آمدند و اینجا شعر خواندند، آمدند سوگواری کردند، مردم اشک ریختند، پرچم‌های یال سارات الخامنه ای، پرچم یال سارات الحسین، پرچم ایران عزیز و سربلند رو بر سر دست‌ها گرفتند. همه با هم با سلام نظامی سرود جمهوری اسلامی ایران رو زمزمه کردیم و همه منتظر اقامه نماز بر آقای شهید ایران.